پامیر دیلی نیوز یک پایگاه خبری که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند روز 14 دکبر با تکیه به منابعش در خورخ خبر داد که مذاکرات نمایندگان تظاهرگران با مقامات قدرتی عملا دچار بنبست شده است. بنا به اطلاع منبع نشریه روز 13 دکبر ملاقات نمایندگان کمیسیون مشترک تحقیق مرگ گلبدین زیوبکوف با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف دایر شده است، ولی در این ملاقات طرفها به توافق رسیدن نتوانستند. در نتیجه خبر می‌دهد پامیر دیلی نیوز روز 14 دکبر نمایندگان جامعه شهروندی که در کمیسیون مشترک تحقیق مرگ گلبدین زیوبکوف کار می‌کردند رسما از همکاری با وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دست کشیدند. آنها گفتند که از این به بعد فقط با پروکراتور کار میکنند. مقامات رسمی کمیته دولتی امنیت ملی و دیگر نهادهای دولتی این خبر را تا حال شرح ندادند. گروه 44 یا کمیسیون 44 در پایان ماه نوامبر از جانب اعتراضگران خورخ برای مذاکرات با مقامات تشکیل شده بود. اعتراضهایی که در خورخ 25 نوامبر سر شده 3 کشته و 16 زخمی از طرف ساکنان بدخشان و 12 زخمی از بین کارمندان مقامات قدرتی باقی گذاشت. روز 28 نوامبر در پی چند طلب اعتراضگران را قبول کردن مقامات به انجام رسید. مقامات از جمله راضی شدند که قضیه مرگ زیوبکوف را همراه با نمایندگان جامعه شهروندی تحقیق کرده یگان نفر را برای اشتراک در اعتراضها به جوابگری نکشند و علاقه موبیلی و اینترنت را در خورخ و اطراف آن برقرار کنند. اما با گذشت بیش از 2 هفته تا حال هیچ کدام از این وعده ها اجرا نشده است. علاقه موبیلی تنها قسما برقرار کرده شده، اینترنت تنها در بانک ها و اداره های دولتی داده می شود و برخلاف وعده کسی را به جوابگری نکشیدن مقامات قدرتی الکی چند دفعه به لیدران گروه های جنایی پیام فرستادند که با اختیار خود به مقامات حاضر شده از جمله درباره نقشهشان در اعتراضهای اخیر بیان نمودند وگرنه نسبت آنها نیز چاره‌های قاطعانه اندیشیده خواهد شد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده روز 13 دکبر در خورخ در جلسه جنبست 11 ماه فعالیت مقامات ملی ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت با تلاش و کوشش‌های کارمندان مقامات حفظ حقوق وضع امروز در ولایت به اعتدال آمده، مردم به کار و زندگی مشغول هستند. ولی پامیر دیلی نیوز نوشته است که ترتیبات در خورخ پیش از همه با کمک گروه 44 برقرار کرده شد.